مسلمین مظلوم غوطه شرقی که زیر بمبارانها و موشک بارانهای شدید قرار دارند برایشون دعای خیر بشه. خدا نکنه که انسان درندگی پیدا بکنه. و امروز انسانهای توی دنیا هستند که درنده ها را هم شرمنده کردن. هیچ درنده چنان غلطی هم نکرده که اینقدر انسانها را بکشه و جوی خون سرازیر باشه. و بسیاری از این کشورها مانند امریکا و روسیه و خود این حکومت‌های محلی متاسفانه در کشتن انسان‌های بیگناه اصلا دریغ نمی کنند. این حکومت‌هایی که در آنجا این بلوا هست و مشکلات هست و بالاخره شهر غوطه از یکی از این شهرها است که جوی خون جاریه و چقدر انسانها، زن و بچه و پیرمرد و کهنسال و پیرزن قتل عام می شوند و ویران میشه در شهر غوطه و وجدانهای بیدار وجود نداره. کمی متاسفانه حقوق بشر واقعا ناتوانه و شورای امنیت و سازمان ملل که هیچی، حالا بی خاصیت و بی تاثیر شدن توی دنیا و هیچ کسی دلشون به این مظلومان نمی‌سوزه. چقدر توی این شهرهای عراق و چقدر توی این شهرهای سوریه آدم کشته شده و آدم میمیره و هیچ کسی نیامده که مشکلات اینا را حل بکنه و در این اختلافات مردم را کنار هم قرار بده به بهانه تروریسم اهداف خود را که کشتن مسلمانان و اهل ایمان و زدن شهرها و ویران کردن شهرهای مسلمان و از بین بردن تاسیسات و زیربناهای این کشورها هست و تخریب کردن ثروت‌های اینها. متاسفانه همه دست به هم دادند ولی اینا نیامده اینا را صلح بدن، نیامده اینا را آشتی بدن، نیامده اینا را کنار هم قرار بدن، نیامده حکومت‌های فراگیر تشکیل بدن، نیامدند که آسیب شناسی بکنند و بررسی بکنند و این مشکلات و منازعات را خاتمه بدهند و دنیا در مقابل اینها ملامت و الله تعالی به یاری مظلومان بشتابه و سریعتر الله تعالی مظلومان نصرت بکنه و نجات عنایت بکنه.